салом подписчикои канали Таҷикван, хуш омадем бародаро ба видеои нав. Аз шумо хоҳиш мекунам ки ами қиссаро то ахира тамошо кунен. Ба фикрам ки қисса ҳақиқат дорад. Вақтон тамошо кунен ки ҳоҷӣ чӣ мега ва дар комментария фикротонро нависен. илтимос видеоро ба дӯстотон поделиться кунен ки хеле буд канал хоб буд. Дар паноҳи Аллоҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. дӯстони азиз, یک حادثی بسیار عجیب و حیرت آور در دوشنبه شده است. یک دختر با سیویل زدن از دنیا گذشته است. در مدت یک شبانه روز بعد گراندن دوباره زنده شده است. قصهش هست در مقاله است. من مقاله را میخوانم، قصه میکنم، همهش چگونه شده است در مقاله بیان شده است. با دقت گوش بکنید. تنها در مقاله بعضی خطاگی ها است. اگر مبادای در مو خطاگی رفتیم کمی سستی کردیم ایراد نگیرید، زیرا مقاله چنین است. دوستانم خوب آغاز کردیم، با دقت گوش بکنید. منوره به خود آمده از تاریکی گور و تنگی لحد ترسید. او فهمید که زنده در گور است. کفن در تن، وهم در دل، هزار فکر از سرش بگذشت. داد و وای کرد. مادر نزدیکانش را نام گرفت، فریاد زد، اما کسی صدایش را نشنید. دختری کفن پیچ خاک نرم گور را با انگشتان نازکش خراشیده رهایی می‌جوید. از سر و اسرار چند ساعت در گور خوابیدن و لحد را به داد آوردن منور تنها خداوند و خود او آگاهند. بجز مادر منوره دیگر همه مردم محله لوجاب و آن طرف حاجنبیایی بالا و پایان در خواب ناز بودند. مادر بالای جانماز با خداوند راز میگفت، ذکر و تولا داشت. از گیجه بسیاری زن فرزند گم کرده دل طبیعت سوختگی برین باران شبیتک میبارید. آسمان برابری مادر منوره اشک میریخت. دل چرخ بر حال او سوخته سکوت داشت. صبح صالحان وقتی ملای دیهی حاجنبیایی بالا با دو تن از اهل خانواده منور به خاک سلام آمدند. صدای گوشخراش را شنیده شتابیدند. صدا از گور منوره می برآمد که های مردم، من زنده ام. مرا زنده به خاک سپاریده اید. آچه اکه کجایید؟ این منم، منوره شما. آخر چرا آوازم را نمی شنوید؟ بیایید مرا از گور به در سازید. وای داد نخواد یگان کس مرا نشنود. من منورم، زنده‌ام، نجاتم دهید. ملا امام آیت را مطالعه نموده و برادران منوره سفارش داد. بچه ها، انا از اینجا گور را کندن لازم، شتابید. گریبان جیلکش را با دو دست داشته ملای دیه توبه کرده اشک میریخت. لحظه پس او جیلک تنش را برآورده بالای گور گذاشت و به دو برادر سفارش داد. من دورتر رفتم ایستم، شما نترسید. همین که خواهرتان را از لحد برآوردید جیلک مرا به او پوشانید. دو برادر با علامت رضا سر جمانیده سفارش ملای دیه را اجرا کردند. وقتی که آنها منور را از زیر گرمی خاک نرم بیرون می برآوردند، اوضاع بیجا سر و روی سرخ شده و موی پریشان را دیده حیران شدند. منور در یک شب و نیم روز کلاً تغییر یافته بود. دختری 16 به 17 قدم میماندگی اکنون مثل پیرزن شده است. قبرستان در تپه بلنجا گرفته بود. منزل زیستی اپه گلنارا مادر منور کمی دورتر در نشیبی بود. اپه گلنارا با دو پسر اکتم، رستم و دخترش منور در دیهه حاجنبیایی بالا کوچه حاجنبیایی خانه نابریده زندگی میکرد. مادر فرزندانش را در روحه همدیگر فهمی، اتفاقی و علم آموزی پروریده هر سه را برابر دوست می داشت. اگر سیبی به دست می داشت آن را 4 تقسیم کرده یکی را خود و 3 پاره دیگر را از جگربندانش دراز می کرد. منور 16 سالگی را پور کرده به سین 17 قدم می گذاشت و دختری شوخ بود. هفته 2 و آگاه 3 مراتبه تر می شست. از همین خاطر مادر و برادرانش به او آلفته بیگی لقب گذاشته بودند.
در طرف دستی راستی درآمدگاه حمام اپه گلنارا بالای کرسی چوبین که مردم روز تبریدکا می ناماندش اسباب خودسازی آبگرم کنگی گذاشته شده بود. در بعضی حمام ها تا حال همین گونه آبگیرها هست که از پایان به خط برق نصب شدن، عرضی حدی دارند. با مرور زمان هر 4 پایه چوبین آن کرسی کهنه نم کشیده خف و خطری از خود گذراندن وقت را داشت. اپه گلنارا زن قامت بلند زیبا، تازه‌کار، مادر مشفق و مهربان بود. نمی گذاشت که به پای فرزندانش خاری خلد، اما هر قدر می کوشید سرفرای روزگار اژدها را نمی رفت. زنی بیچاره یک کنج حولی و خانه را درش را آباد می کرد و دستش به کنج دیگر نمی رسید. شاید از همین باعث تعمیر و ترمیم آن آبدان کلانی بر نیروی برق نصب گردیده از مد نظرش دور ماند. صد افسوس که ما نمی دانیم در کجا پیشپا خواهیم خورد و اگر نه به تگی پایمان قبط غفصی کهرا می پرتافتیم، گفتگی بر این مادر منور از رسیدن فلاکت آگاه نبود. امروز دستم نرسید، پگاه حتما متخصص قوه برق الکتریکی را جیغ زده خواهش میکنم که آبگرم کنگی حمام را ساز کند. گویان اپه گلنارا نیت نیک میکرد، لیکن صبح روز دیگر دنبال کار و بار روزگار سرگردان گشته این چیز را از یاد میبرآورد. منور نیمی به حمام در آمده دست به آبدان برقی 40 لیتری کلان انداخت. میخواست فهمد که آب گرم شده است یا نه، اما برابر دستش را به آبدان برده لرزه بر جانش افتید، گویا دستش را محکم داشته گرفته بود و آن 5 چنان با قوت بود که منور نمی توانست رهایی یابد. پس از مدت تکان خوردن و لرزیده سیاه و کبود گشتنها جسم بیجان منور به زمین افتاد. داد و فیغان اپه گلنارا همسایه ها را به تشویش انداخته سوی خانه او شتافتند. چه حادثه رخ داد؟ می پرسیدند مردم از همدیگر. اپه گلنارا جسم بیجان دخترش را به آغوش کشیده با داد و فیغان خانه و حولی را به سرش برداشته بود. منوره خوشروی آچد ماند که تو از این دنیا چی دیده و چی آرمان ها به خاک میبری. گویا نالیدن مادری دست پا خورده حاضرین و مشوش ساخت. وقتی فهمیدند که چی واقعی رخ داده است، هر کدام از پیش خود مصلحتی میدادند. یکی بیل و دیگری کلند به دست گرفته با شتاب میان باغ چقوره کندند. مردان دنیا دیده جسم سرگذشتی منور را تا منح و آن چقری خواباندند، بالش را به خاک پوشانیدند. نفس در گلو حاضری درمانده بود. همه خدا می گفتند و به خود آمدن منور را از درگاه الهی تمنا داشتند. ساعتی دیوار تک تک کنان در حرکت، ولی منور همان و بیهوش بارنگ پریده تا من زیر خاک سرد می خوابید. نماز شام شد، بعضی ها به خانه‌شان نمازخوانی رفتند. اپه گلنارا از دری حولی به آن کنج و از آن کنج تا باغ راه می رفت و لحظه خاموش نمی گشت. او مرغی چوچگم کرده را گویا بود. با قط خود چوجایش را پیدا کرده می خواست. از ونج پیش از 5 ساعت گذشت. در این میان ماشین یاری تعجیلی با چند نفر طبیبان و خواهران شوقت آمده به هلاکت رسیدن منور را تصدیق کردند. شب تا صبح دهه حاجنبیایی بالا ماتم داشت. مردمی دهه گرد اطراف از لوجاب سر کرده تا چراغ از این خبر شوم غمگین گشتند. خویش و تبار، اهل و اقربا، خودی و بیگانه به جنازه منور ره قدم زدند. ادامه سرگذشت منور را در نوار آینده انشاءالله باز من برای شما میرسانم. دوستان عزیز،